أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری 2926 می باشد و در کتاب مسلم 2922 می باشد. ابو هریره رضی الله عنه بین صحابه ها حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث را بسیار روایت کردند. روزی در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند، گفتند بار الها، گفتند آن علمی که حفظ کردم فراموش نشود. اللهم انی اسألک علما لا انسى، گفتند من از تو میخواهم که آن علمی که بر من دادی حفظ فراموش نشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمین گفتند. در حقیقت بین صحابه ها حدیث را بسیار روایت کردن. 5374 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث را گفتند. امروز امت مسلمانان کدام کتابی را اگر نکشاید، در خصوصا در کتاب فقه توحید حدیث، اول آیت را میبیارند، سپس حدیث را میبیارند. راوی حدیث این ابو هریره میباشد. نام ابو هریره علی الصحیح عبدالرحمن ابن صخر میباشد. روزی به بازار در آمدند. پس از مرگ وفات پیامبر یک روزی به بازار در آمدند و دیدند که مردم به خرید و فروش مشغول است. گفتند ای مردم، شما اینجا می نشینید، میراث پیامبر در مسجد تقسیم شده است. شما اینجا چیکار میکنید؟ روید میراث پیامبر رو بگیرید. مردم شتابان به مسجد رفتند، دیدند که در آنجا میراث تقسیم نشده است. پس ابو هریره گفتند که پیامبر از این دنیا رفتند، شما علمی پیامبر، دعوت پیامبر رو همچون میراث بگیرید. من این رو قصد داشتم. پیامبر گفتند العلماء ورثة الانبیاء، علما میراثخوار پیامبر می باشد. امروز یک شخصی طالب علم را، یک عالم را می بیند، یک مردم مسلمان میگوید که او دستش کار نمی آید، مسخره میکند، میگوید که او به جز قرآن خواندن یا که حدیث گفتن دیگر چیزی نمیدونه، یگان کسب ندارد. در حقیقت او جانشین پیامبر را تحقیر کرده است. او به تحقیق چنین شخص ها پیامبر را تحقیر کرده است. پیامبر گفتند که علماها میراثخوری پیامبرها می باشند. امروز باید پدران و مادران فخر بکنند که اگر ما وقتی که گفته شدیم پدرت چی کاره است، اگر او عالم و دامالله باشد بگوید جانشین پیامبر است. من گمان میکنم که فرزند من از جانشین پیامبر است. دعوت الله را همیشه شب و روز به مردم را دعوت به سوی الله میکند، مردم را موعظه میکند. امروز فخر ما این است که فرزند من تاجر است، فرزند من فلان چی است فلان چی است، اما کسی نمیگوید که فرزند من کلام الله را میگوید به مردم. فرزند من حدیثی که پیامبر گفته برفتن به مردم او را میگوید. ما باید به این فخر بکنیم. آن فرزندهایی که الله ما را به ما امانت داد، ما باید به این امانت ها خیانت نکنیم. الله به شما، ما و شما فرزند داد که ما فرزندانمان را در راه اسلام تربیت بکنیم و برای خدمت الله بدهیم. خدمت شیطان میکند، خدمت دیگر کارها میکند، کسی کار نمیدارد. برای من حیوان نیست فرزند دارد. فرق فرزند آدم و حیوان این است که و فرزند آدم یعنی
تربیه اسلامی دیده باشد. برای این حدیث را روایت میکنند از پیامبر صلی الله علیه و سلم، این است که ابو هریره میگویند که پیامبر گفتند لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. پیامبر گفتند ساعت قیامت برپا نمی شود تا اینکه مسلمانان با یهودها جنگ بکنند. حتی در نزدیکی روز قیامت هر یک چیز گواهی می دهد، می گوید که ای مسلمان بیا، سنگ و درخت و دیگر چیزها گواهی می دهد که بیا مسلمان این یهود را بکش، این یهودی در پس من پنهان است و بیا به قتل برسان. مسلمان یعنی در روز قیامت یهود چنان همه چیز گواهی می دهد، مگرم که در دیگر حدیث آمده است که یک درخت هست غرقد که نام دارد، در پس او پنهان شود، او درخت خبر نمی دهد. برای چی یهود را تمام چیز در روز قیامت بد می بیند؟ جزای اینها این است که آنها دانستند و الله را سخنهای ناسزا گفتند، الله را بخیل گفتند، ید الله مغلوله گفتند، یعنی الله انفاق نمی کنه گفتند. الله میگه که دستان الله کشاده است، به هر کسی خواهد مال و ثروت را میدهد. و این چنین به یهودها گفتند که عزیر فرزند الله است. یهودها چه ما در قرآن میگویم که در سوره فاتحه میگویم که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، برای چی الله یهودها را به خشم گرفت و آنها را به خوک و میمون تبدیل داد. آنها مکار بودند، به آیتهای قرآن مسخره ورزیدند. جزای آنها در روز نزدیکی قیامت تمام چیز گواهی میدهد که مسلمان را فریاد میکند ای مسلمان بیا این یهود را به قتل برسان. یهود اگرچنده که یک ملتی در یک جا کم است، در همه جا فساد را پهن کرده ایستاده است. در یک جایی ببینیم که او آتش جنگ را بین مسلمانان پهن می سازد. برای این یهود را الله مذمت کرده است. این بود شرح مختصری این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.